به نام خدا. السلام علیکم هم میهنان عزیز. با آرزوی موفقیت و کامیابی برای یکایک شما و همچنین آرزوی پیشرفت برای کشوری عزیزمان، در برنامه امروزی آنسوی خبرها مثل برنامه‌های سابق ما چند رخدادی مهمی که در هفته گذشته شاهدش بودیم اینجا بررسی و تحلیل خواهیم کرد. مهمترین رخدادی که ما در هفته گذشته شاهدش بودیم این جشن روز وحدت بود. 16 سال پیش در همین روزها بین گروه‌های درگیر در تاجیکستان صلح و امضا رسید. آنها سازش کردند و به جنگی به معنای شهروندی خاتمه بخشیدند. جنگی که بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به 60,000 و یا بیشتر طبق بعضی از آمار کشته بر جای گذاشت و همچنین حدود 1 میلیون به خانمان و آواره بر جای گذاشت. ما و مناسبت همین جشن اظهار نظرهای دیدیم، بیانیه های صادر شد، سخنرانی های کردند شخصیت های معروف کشور که ما اگر اجازه بفرمایید در این برنامه بعضی از آنها را مرور کنیم. یکی از اظهارات جناب سید ابراهیم نظر، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی بود که ایشان فرمودند من این روز را، این عید را از عید استقلالیت هم بالاتر می‌دانم، چون که اگر این روز نمیشد ما استقلال نداشتیم، ما کشور نداشتیم، سرزمین ما، کشوری ما بازیچه دستی که ها میشد به همه معلوم بود. همچنین جناب سید ابراهیم ابراز می‌دارند که ما وقتی صلح میگوییم، وحدت میگوییم، باید گفت که صلح و وحدت با یک طرف نمی شود. ولی متاسفانه امروز ما فقط یک دست را میبینیم، یک طرف را میشنویم و خدمت یک طرف را میگوییم. اصلا تحریف تاریخ نه به نفع یک شخصیت هست و نه به نفع ملت و کشور. سپس جناب آقای نظر در مورد عنوان قهرمانی گرفتن رئیس جمهوری محترم جناب آقای امام علی رحمان به خاطر خدمت‌هایی که برای برقراری صلح داشت، ایشان میگوید اگر از روی انصاف گیریم چرا استاد نوری هم به خاطر صلح صاحب این عنوان نباشد؟ یعنی اگر ایشان گفتنی است که اگر جناب رئیس جمهور سزاوار این عنوان قهرمانی هستند به خاطر خدمت‌هایی که کردند که ایشان منکر نیست، خب اما این کار، این قهرمانی فقط از سوی رئیس جمهور نبود، رهبری مخالفان هم سهمش بیشتر بود که کمتر نه. لذا میگوید ما چرا ایشان را هم به عنوان قهرمان نبینیم؟ چرا خدمت‌های آنها امروز به نظر گرفته نمی شود؟ از اظهارات دیگری که آن هم در خیر توجه بود، اظهارات جناب محمد جان نوری رئیس شعبه حزب نهضت اسلامی در شهر دوشنبه است و از برخوردی جانب حکومت به صلح و وحدت ملی و نادیده گرفتن جانب دیگری صلح اظهار ناراضگی میکند. میگوید چگونه دم از وحدت ملی بزنیم در حالی که تمام امکانات یک کشور در اختیار یک حزب قرار دارد؟ دیگر حزب‌ها به مثل حزب نهضت اسلامی هیچ حقی ندارند، حتی حق استفاده از یک تالار را هم ندارند. یک طرفه بها دادنها، نادیده گرفتن زحمات طرف دیگری امضای سازشنامه صلح، این گونه برخورد، این گونه عمل تصور مردم را نسبت به صلح و وحدت ملی هم در داخل و هم در خارج
تغییر میدهد، تغییر داده ایستاده است. این هم از جناب آقای محمد جان بود. یک اظهار نظر دیگر بود، اون هم قابل توجه، از جناب استاد حاجی اکبری تورجانزاده که میدانیم ایشان یکی از رهبران اتحاد مخالفین تاجیکستان بودند. رئیس اون تیم مذاکره کننده هم جناب حاجی اکبری تورجانزاده بودند. ایشان توافق صلح را در گفتگو با رادیو BBC گفتند که پیروزی دولت و تسلیم مخالفان سابق، یک با همچنین عنوان این را یادآور شدند. ایشان از جمله گفتند باید در کشور مردم سالاری حقیقی میشد، انتخابات شفاف و عادلانه میشد، تبادل حکومت در دایره قانون برگزار میشد، حقوقهای دینی و سیاسی این مردم تأمین میشد. متاسفانه چنین نشد. از این نقطه نظر ما نمیتوانیم بگوییم که امروز روزی وحدت ملی است، زیرا آن گروه هایی که ما از آنها نمایندگی میکردیم امروز خود را مغلوب شده حساب میکنند. این بود چند نمونه از دیدگاه ها و اظهار نظرهای شخصیت های معروف کشور در این مناسبت. حالا اجازه بدید یک دو نکته را، من زیاد در این خصوص وارد تحلیل و بررسی نمیشم، فقط یک دو نکته را میخوام یادآوری کنم. اول اینکه صلح یعنی این، یعنی دو طرفی درگیر با هم توافق میکنند و بگویند دیگر از این به پس ما با هم به گفته مردم جنگی نیستیم، قهری نیستیم، دیگر صلح و سازش میکنیم و دیگر تمام. این معناش این، اولا سازش به این معناست، اولا این که دیگر بعد از این تاریخ، یعنی بعد از امضای سازشنامه، به جستجوی عیبی هم دیگر نمیریم، گذشته ها را فراموش میکنیم و گفتی مردم با گذشته صلوات میگوییم. دوم این که صلح و سازش که خوب است، بعد که نیست. خب حالا برای برقراری این صلح و سازش اگر قهرمان در میان باشد، او باید از هر دو طرف باشد، نه از یک طرف. ببینید این دو نکته خیلی مهم است. اما واقعا این صلح را در این مدت 16 سالی که گذشت برای مردمیمان، خصوصا برای نسل جوان، حکومتی ما با عنوان یک صلح نشان داد، سازش نشان داد. عنوانش هم هست روزی وحدت، اشکال ندارد، اما عملا برای مردم با عنوان سازش دو طرفه، طرفین نشان داد یا نه پیروزی یک طرف، شکست طرف دیگر. متاسفانه ما میبینیم آنچه برای مردم نشان داده می شود، آنچه برای نسلی، خصوصا نسل جوان، نسلی که آن شاهد اون رخدادها نبودند، این که اینها در تلویزیون ها، در صدا و سیما گفته می شود. یک توده، یک عده، یک تعداد مردم کشور زیر تأثیر دیگر کشورها ماندند، اینها گفته می شود. بعد اینها گل خوردند، فریب خوردند و مردم را به جنگ کشاندند و اون وقت حکومت هم آمد و اینها را مجبوراً آورد و مجبورشان کرد تا صلح کنند. برداشتی مردم از آنچه در صدا و سیما و در مطبوعات می شود همین است. این آیا سازش است یا پیروزی یک طرف، شکست طرف دیگر؟ دوما همیشه ما دیدیم تنها یک نفر به عنوان قهرمان این برقرار این صلح معرفی می شود. ببینید در صورتی که ما منکر نیستیم که این طرف واقعا خب سهم داشت در برقرار صلح، اما طرف مقابل چرا نادیده گرفته می شود؟ سهم او بیشتر است که کمتر نه. چرا حتی نامی از ایشان برده نمی شود؟ من در همین بیانیه اظهارات اخیری جناب رئیس جمهور که برای مردم از طریق تلویزیون قرائت فرمودن دیدم، حتی با ذره هم نیافتم که در جای نامی از استاد نوری خدا رحمت کند برده باشند ایشان. خب چرا؟ زمانی که استاد نوری زنده بودند خب میشد توجیه کرد که
چرا از ایشان نام برده نمیشد؟ حالا قابل توجیه بود، مثلا حکومت نمیخواست که از ایشان نامی برد چون به عنوان یک مخالف سیاسی. اما وقتی که به رحمت خدا رفت الان نیست، چرا نام نبریم از ایشان؟ آیا این انصاف است؟ این جوان مردی است که همه این خدمت ها و زحمت های این مرد خدا نادیده گرفته شود؟ مردم نمیشناسند. در 16 سال آیا کسی از مردم هست گفته باشد من از طریق صدا و سیما تلویزیون عکس استاد نوری رو دیدم؟ حالا اگرم دیده باشند یک بار یا دو بار، دیگر ندیدند. کسی که با تمامی وجود برای این کار اقدام کرد، اما نام از ایشان برده نمی شود. مسئله دیگر که حالا با شما می خواهیم در اطراف آن صحبت کنیم، این اظهارات اخیر جناب رحمت الله زائیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است. ایشان اخیراً در گفتگو با هفته‌نامه آزادگان، خبرگزاری آزادگان، گفتند که 70 پشتم تاجیکند نه ازبک. با همچنین عنوانی مصاحبه ایشان نشر شد. داستانم این است، ببینید بعد از آن که جناب رحمت الله زائیروف اعلام کردند که رسما وارد کارزار انتخاباتی شدند و نامزدی این انتخابات هستند، انتخابات ریاست جمهوری، یک هجوم و یک حمله بی سابقه و کم نظیری علیه ایشان در مطبوعات، رسانه ها، خصوصا در شبکه های اجتماعی شروع شد. اینکه چرا شما ازبکستان رفتید و اینکه شما جاسوسی ازبکستان هستید، و حتی از سالها پیش این حرف، این بهتان، این تهمت هم میان مردم خیلی پخش بود، منتشر بود که جناب رحمت الله زائیروف ازبک هستند نه تاجیک. این اتهامات و این شایعه پراکنی ها به حد بود که جناب آقای زائیروف مجبور شد رسما در یک مصاحبه گوید که نه من تاجیکم، 70 پشتم تاجیک است. بنده خدا مجبور شده است شجرانامه اش را بیارد که گفته است من 68 70 پشت را این شجرانامه در بر دارد، 25 نسلم اون را میارم که از شیخ عمری باغستانی شروع میشه بود و حالا اون تفصیلش در خودی آزادگان هست. یعنی ایشان میخواد بگید من تاجیکم، ازبک نیستم، چرا این تهمت را میزنید؟ ببینید این واکنشی جناب رحمت الله زائیروف به این هجوم ها، به این اتهامات، به این حمله ها از یک واقعیت خیلی، حقیقت خیلی تلخ حکایت میکند که در جامعه ما متاسفانه وجود دارد، یک حقیقت خیلی تلخ، و آن این که این پدیده ازبک ستیزی، ازبک بدبینی در جامعه ما به حد انتشار یافته، به حد شدت گرفته و ریشه دوانده که اگر به یک نفر اشاره شود که ازبک است مثلا، دیگر وی در جامعه گویا دیگر جایگاهی ندارد، اعتباری ندارد، که باید مجبور شود اثبات کند، ثابت کند که من ازبک نیستم، من تاجیکم. این واقعا یک پدیده ناپسند و شوم است. یعنی واقعا ببینید ایشان که تاجیک است، حالا اگر گیریم تاجیک نبود ازبک بود، آیا عیبی داشت؟ ایشان که شهروند تاجیکستان است. یعنی ازبک بودن یعنی ببخشید آدم بودن نیست. یعنی این چی فاشیستی، ناسیونالیستی در بین مردم منتشر شده. ببینید من حالا اجازه بدهید من در برنامه امروز در این خصوص تصمیم دارم بیشتر صحبت کنم که اسباب، سبب‌های این گسترش این پدیده چیست
و باید چی کار کنیم. ببینید شاید یکی از اسباب و عوامل این ازبک ستیزی و ازبک بدبینی این باشد که همین مناسبت های دو کشوری تاجیکستان و این کشور همسایه باشد که سالهای اخیر حکومتش خیلی نسبت به حکومت ما و مردم ما ظلم روا دید با این توقیف وگان های و با این مانع تراشی های در برابر تکمیل نیروگاه راغونو و غیره که واقعا اینها زمینه شدند برای این ازبک بدبینی، در این شک نیست. اما تمام سبب این نیست، تمام علت این ازبک بدبینی، ازبک ستیزی در کشوری ما، در بین مردم ما این نیست. علت جای دیگر هست که امروز من اگر اجازه بدهید بیشتر در این مورد صحبت کنم. ما اگر در تاریخ همین نزدیک 20 سال برگردیم، 20 سال 20 چند سال پیش بعد از استقلال در کشوری ما خب یک روندی شروع شد، روندی تلاش برای ایجاد خودآگاهی ملی در بین مردم، خودشناسی ملی. روزنامه‌نگاران، شاعران، نویسنده ها، استادان دانشگاه، حالا روشنفکران، خلاصه هر یکی آمدند سعی کردند، تلاش کردند، زحمت کشیدند و در این زمینه، یعنی زمینه ایجاد خودآگاهی ملی در بین مردم، هر یکی سهم خودش را گذاشت. اما به نظر من راهی که ما از آن برای این ایجاد خودآگاهی ملی، راهی را که اختیار کردیم، یعنی روشنفکران ما اختیار کردند، راه چندان درستی نبود. ببینید یک وقت هست شما برای اینکه خودتان را بشناسید، برای مردمتان خودآگاهی ایجاد کنید، میبیایید یک غیری فرض میکنید، یک کسی غیر شما، بعد کارتان میشود نفی وی، از بین بردن وی، به این معنا که هی وی بد است، وی کسی نبود، وی اصل و نسبه نداشت، ریشه نداشت. هدف شما هم این است که میخواهید خودتان را بهتر نشان دید. این راهی درست برای خودآگاهی، ایجاد خودآگاهی ملی نیست. یعنی آیا واقعا ما برای اینکه برای دیگران، برای نسل آینده خودمان یا برای دیگر ملت ها کی بودن خودمان را نشان بدهیم احتیاج داریم ازبکی را فرض کنیم و او را از اعتبار ساقط کنیم؟ اینکه تیمور کسی نبود، نمیدونم اونها از اولاد مغولند، ریشه ندارند. همه حرفای ما میشود درباره اون غیر، درباره خودمون چیزی نمیگوییم. گویا اینکه اگر من او را پس زنم من برجسته میشم. این درست نیست. ما 20 سال بیشتر تلاش های نویسنده ها و روزنامه‌نگاران ما همین بود متاسفانه، که نتیجهش هم شد همین پدیده ازبک ستیزی به این حد رسید که حالا یک نفر رو متهم میکنن که تو ازبکی و یا مجبور میشود برای به دفاع برمیخوزد که نه والله بالله که من ازبک نیستم. نجا هستید. باید خود آگاهی ملی با اثبات خود باشد، نه با نفی غیر. من حالا اینا بیشتر توضیح میدم. ببینید شما میخواهید برای نسل خودتان، مردم خودتان خودش را آشنا سازید و از یک طرف برای دیگر ملت ها هم خودتان را خوب معرفی کنید. با جای نفی دیگران، با جای زدن دیگران، کوبیدن دیگران، خودتان را اثبات کنید، خودتان را خوب معرفی کنید، نشان دید شما کی هستید. نیاز نیست دیگری باشد اون دیگر حتما پس زده شود. نه، شما خودتان را خوب اثبات کردید، خوب نشان دادید که کی هستید، کافی است. ببینید بعضی از کشورها همین تازگی دارد این
در بعضی کشورها به این نکته رسیدند که ما اگر بخواهیم برای نسل آینده خودمون را خوب معرفی کنیم و آنها با خودشان، با گذشته خودشان افتخار کنند، ببالند، راهش اثبات خود است. همین ترکیه و همچنین کره جنوبی این سالهای اخیر به همین روی آوردند، به همین روش. امروز ما برای ایجاد خودآگاهی ملی احتیاج نیست که ازبکی را تصور کنیم و به پیش بیاریم، احضار کنیم و به پس زدنش و کاستن از شأن وی بپردازیم. نه، این درست نیست. خودمان را اثبات کنیم که هستیم، خودمان که هستیم. تازه این اثبات خودم به این است که من فقط من آریایی نژادم، من اولادی نمیدونم فردوسی هم، رودکی هم، اسماعیلی سامانی هم. نه، این گفتن خیلی دردی را دوا نمی‌کند. باید نشان دهیم که گذشته های ما در خصلت های انسانی، در رفتارهای پسندیده انسانی، ارزش های والای انسانی، خب اینها بی‌نظیر بودند، همه را دوست داشتند، دیگران را دوست داشتند. توجه هستید؟ ما اینگونه باید خودمان را معرفی کنیم. خب حالا دیگر برنامه ما رو به پایین است. من برنامه امروز را با یک پاره های از یک مقاله‌ای که اخیراً از یکی از سایت ها گرفتم و خیلی جالب بود، درباره تاجیک برای خودی ماست نوشته، با این پایان بدهم. مقاله از جناب آقای حبیب سعید به نام دشمن شماره 1 تاجیک، ویروس ام. ویروس ام یعنی ویروس محلگرایی. خیلی مقاله جالب است. می نویسد تاجیکان در سیمای ترک ها، سلویان ها، سیانیست ها، پنترکیست ها، صلیبدارها دشمنان خیش را می جویند، حالان که دشمن در روح و قلب هر یک تاجیک چون ویروس منزل گرفته است. افکار و رفتارش را پیوسته زیر نظارت دارد. ساعتش در رسد ویروس به عملهای گسترده دست خواهد زد. ویروسی که ملت و میهن تاجیک را روحن و جسمن خراب می سازد ویروس ام است. ویروس محلگرایی نام دارد. بعد در جای دیگر از مقاله خود می نویسد نفرت به برادران خیش آنچنان زیاد است که امروز نیز ز هیچ کار زشت علیه همدیگر دست نمی کشند. ساکنان یک شهرچه روسیه را بیرحمی نورسی 16 ساله تاجیک که همسن خود را برای اینکه او نماینده محل دیگر است با بیل زده کشته است متحیر ساخت. نبردهای بین محلهای تاجیکستان که امروزها در روسیه ادامه دارند و در آنها 10 نفر کشته می شوند نماینده های دیگر ملت ها را به دهشت آورده است. این توده، یعنی مردم این تاجیک که خود را ملت کوهن و لیوا بردار دین اسلام در آسیای مرکزی می‌خواند، در غریبی به جای همدیگر را حمایت نمودن برعکس نابود می‌سازند. گویا که نبردها بین ملت‌های با هم دشمن می‌رفته باشد. درگیری‌هایی که بین اینها دیده می‌شود. بعد در جای دیگر از این مقاله می‌گوید این تنها در تاجیکستان است که منصب نه از روی هنر، نه از روی لیاقت، بلکه از روی محل تقسیم بشود. این تنها در تاجیکستان است که حزب‌ها، وزارتخانه‌ها، کارخانه‌های عظیم، دانشکده‌ها، مرکزهای علمی، کلینیک‌ها، روزنامه‌ها، رادیوها همه وجود دارند که به این و یا آن محل منسوبند و به هدفهای محل مذکور را دفاع میکنند و یا چون سلاح علیه دیگر محل به کار برده می شود. در جای دیگر از مقاله اش اشاره میکند جناب آقای حبیب سعید توده زیاده از اکادمیک و پروفسوران و عالمان مبتلا به ویروسی ام
کتاب و اثرها ایجاد میکنند که مغز اندر مغز با کینه و نفرت نسبت این و یا آن محل روانه کرده شده است. آنان در مطبوعات کشور بحث‌های دامنه‌دار و پوچی با ویروسی زهرآلود گشته را ضد همکسبان و حریفان خویش آغاز میکنند. خب با همین ما برنامه خود را به پایان میرسانیم. برای همه عزیزان، تک تک عزیزان آرزوی موفقیت میکنم. باز هم برای کشورم آرزوی پیشرفت خواهانم انشاءالله. تا برنامه بعدی، خدا حافظی همه شما.